بابا ما رو میبرد تو هر شهری میرفتیم ما رو میبرد بهترین هتل‌ها رو پیدا میکرد، لوکس ترین هتل‌ها رو پیدا میکرد، کنارش چادر می‌زدیم. چادر مال خودمون نبود، چادرها همسایه‌مون آقای عظیم‌پور میگرفتیم. این شبی مسافرت میومد آموزشی بسته نگاه کردنی چادر رو به بابام یاد میداد. مثلا میگه آقای ابراهیمی خوب دقت کن ببین باز کردنش که ساده است. زپ میباز بستنش یه ذره مهارت میخواد. ببین پاده میندازی پشت فنرش یه چرخ میزنی زیپش میکشی بسته میشه. یاد گرفتی؟ گفت یاد گرفتم و میخوای یه بار دیالا احتیاط بگو. نه آقای ابراهیمی هیچ کاری نداره خیلی ساده است. یه پاده میندازی پشت فنرش از این وری میچرخونیش به چپ به راست میاری اینور زیپش میکشی. یاد گرفتی؟ گفت یه بار دیگه هم احتیاط بگو. حالا محض احتیاط آقای عظیم‌پور به هر حال. آقای ابراهیمی ساده است خوب توجه کن. یه پا پشت فنر یه پا پشت فنر یه چرخ میزنی وارونش میکنی از این ورم و میگیریش بالا میچرخونیش میذاری زمین زیپ شمه. این هر دفعه خودش داشت شانسی میبره. راه نداره. فردا شب تو توالت و پارک اومدم بیرون داشتم دستامو خوش میکردم نگاه کردم خاک از زمین بلند شده رفتم تو لوتر نگاه کردم بابام پاشه گذاشت رو فنر یه چرخش داد دوبار بابام چادر از زمین دوبار چادر بابام از زمین